روز جمعه سعید به شما بینندگان عزیز مبارک باشد. برای هر یکتان آسایشی روزگار تمنا داریم و البته امید داریم که هر صبح خبرها رو از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شادی گلخوجه هستم. در نوید بمدادی همراهتان با توضیح ها از تاجیکستان و جهان. امروز 13 دکبر است و در پراگ همین حالا ساعت 7. نخست از بود و هوا برای شما معلومات میدهم. در مرکز جمهوری چک آب و هواشناسان امروز هوای ابری را پیشگویی کردند و قرار است گرمی روزانه تا 2 درجه را تشکیل نماید. در مسکو نیز امروز هوا ابری است. روزانه حرارت سنج تا 1 درجه را نشان خواهد داد. در دوشنبه امروز باران میبارد و 7 درجه گرم می شود. مفتشان دوستانی کل تاجیکستان مرگ ریزا محمد علیزاده یاور دوستانی نویه فیض‌آباد را بر اساس 2 فرضیه کشتار و خودکشی تحقیق میکنند. جسد علیزاده 41 ساله را روز 8 دکبر امسال پس از 20 روزی ناپدید شدنش از کل جوانان شهر دوشنبه یافتند. یک منبع در مقامات تفتیشاتی به ذکر نامش روز 13 دکبر به رادیو زاده گفت تلفن موبیلی علیزاده بار آخر در این محل فعال بوده است و از روی همین نشان جسد را پیدا کردند. غواصان دعوت شدند و داخل کول را کوفتند. جسد یافت شد. در پاهایش خلطه های پر از سنگ بسته شده بود. افزود مصاحبه ما. این مقام گفت هنوز نتیجه تشخیص جسد نهایی نشده است و از این رو گفتن نمیتوانند که سبب مرگ یاور دوستان نویه فیض‌آباد خودکشی بوده است یا کشتار. با گفته همصحبت ما پیش از غیب زدن ریزا محمد علیزاده یک زنی که با او رابطه نزدیک داشت در اول ماه نوامبر امسال گم شده است. هنوز زن را نیافتند. همسر ریزا محمد علیزاده نخواست درباره مرگ شوهرش صحبت کند. علیزاده خلق کرده فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان بوده. چند سال اخیر در دوستانی نویه فیض‌آباد کار میکرد. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان روز 12 دکبر به رادیو زاده گفتند حکم اکثر متهمان در آشوب زندان وحدت صادر شده است، اما در دادگاه عالی از شرح حکم دادگاه خودداری کردند. وکیلان دفاع محکوم شده ها هم گفتند که دادگاه عالی 28 نفر زندانی را به خاطر اشتراک در آشوب زندان وحدت به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. به گفته منبع این زندانیان از 19 تا 29 سال به حبس محکوم شدند. این حکم به حکم پیشتر آنها اضافه شد و آنها در اساس مجموع جنایت ها از 19 تا 29 سال زندانی شدند، ولی ما از حکم دادگاه راضی نیستیم و از بالای آن شکایت کاساسیونی بردیم، گفت وکیل دفاع که نخواست نامش برده شود. وکیلان دفاعی این محکوم شده ها میگویند پرونده مهر مخفی داشت و قضیه های دادگاهی نیز پس درهای بسته در بازداشتگاه موقتی برگزار شد. وکیلان دفاعی آنها امضا گذاشتند که جزئیات پرونده را آشکار نمیکنند و به این خاطر نمیخواهند اسمشان در مطبوعات ذکر شود. اما یکی از آنها با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو زاده گفت که این 28 نفر به آن متهم میشوند که به سازمان دهندگان آشوب بیعت کردند، ولی خود متهمان این اتهام را رد کرده و گفتند که امکان شرکت در آشوب را داشتند ولی دست به عصیان نزدند. مادر یکی از زندانیان که پسرش را به 21 سال زندان محکوم کردند بدون ذکر نامش به رادیو زاده گفت به دادگاه عالی دستگاه پرزیدنت نامه نوشتند. او گفت حکم دادگاه خیلی ناعادلانه بود. قرار است مرحله نظارتی دادگاه عالی این حکم را بر اساس شکایت نزدیکان دوباره بررسی کند. در همین حال پرونده چند نفر دیگر را که در آشوب زندان وحدت متهم شدند برای آموزش دوباره پس فرستاده بودند و هنوز حکم آنها صادر نشده است. در میان این گروه بختیار عبدالصمدov برادر حسین عبدالصمدov متهم در قتل 4 جوانگرد خارجی در سال 2018 در دنغره نیز می باشد. یادآور می شویم در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند آشوب را محبوسان عضو گروه های تندرو انجام دادند. مقامات نام محبوسان کشته شده را فوراً اعلام کردند، ولی تا هنوز اسم آنهایی که برای شرکت در آشوب بازداشت شدند معلوم نیست. از جمله به گفته مقامات آنها 5 محبوس و 3 ناظر زندان را برای ترساندن دیگران و ضدیت نشان دادن به عملشان کشتند. آشوب در زندان شهر وحدت بعد از نیم سال آشوب در زندان شهر خوجند سر زد. در آشوب اول 23 محبوس و 2 ناظر زندان کشته شدند.
نامزدها به انتخابات پارلمانی در تاجیکستان از زبان دولتی امتحان می‌سپارند. با این هدف یک کمیسیه سنجشی تأسیس یافته است. قرار زیرین از جانب رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رئیس تاجیکستان بختیار خدایارزاده گرفته شده است. انتخابات پارلمانی روز 1 مارس سال 2020 برگزار خواهد شد. در این باره فرمان رئیس جمهور صادر و آخر هفته گذشته جلسه اول کمیسیه مرکزی انتخابات دایر گردید. تا این دم رهبران چندی از حزب‌ها اعلام کردند که در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک میکنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 وکیل دارد که 22 نفر آنها از روی خط حزبی و باقی از حوزه‌های یک مانداتی انتخاب میشوند. پالاتای بالای پارلمان مجلس ملی 33 وکیل داشته، 8 نفر آنها را پرزیدنت تعیین میکند. حالا نگاهی می‌اندازیم به خبرهای جهانی بینندگان عزیز، اما باز هم برمیگردیم به توزیع‌های تاجیکستان و همزمان یادتان نرود که من در آخر صحبت حتما از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم، از جمله درباره روبل روسی که نظر به روز گذشته 1 سومانی بلندتر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید ناکامی مقامات روسیه در تحقیق عیب‌نامه‌های ساختکاری در پرونده بمبگذاری مترو در شهر سنت پترزبورگ در سال 2017 تحقیر قربانی‌ها و اعضای عائله‌های آنها میباشد. در این رابطه 11 نفری که به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند اصرار می‌ورزیدند که توسط ساختکاری شهادت‌ها و شکنجه این جنایت را به گردن گرفتند. اظهارات تانیا لوکشینا نماینده هیومن رایتس واچ در اروپا و آسیای مرکزی 11 دکبر نشر شد. یک روز پیش از آن دادگاه شهر سنت پترزبورگ 11 فرد متهم از جمله یک شهروند تاجیکستان را از 19 سال تا به حبس ابد محکوم کرد. همه آنها اصرار می‌ورزیدند که عضو گروه تروریستی نیستند، فعالیت‌های تروریستی را دستگیری نمی‌کنند و در تولید و فروش مواد ترکننده هم سهم ندارند. فرستاده خاصی ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان روز 12 دکبر، یک روز پس از حمله اشوبگران به پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، برای مدت کوتاه گفت و شنود را با طالبان افغان قطع کرد. یک روز پیش بر اثر حمله طالبان سلاح به دست به پایگاه بگرام واقع در 50 کیلومتری شمال و شرق در شمال شهر کابل 2 فرد آسایشته به قتل رسیده، کمش 70 نفر دیگر از جمله 5 نظامی گرجی جراحت برداشتند. حمله 11 دکبر مرگ طلب با ماشین سرشار از مواد ترکننده عملی کرد. در پی آن خلیلزاد توسط شبکه توییتر ابراز داشت که ایالات متحده آمریکا در مذاکرات توقف کوتاهی میگیرد. بیش از یک ماه باز 3 شهروند تاجیکستان در قرقیزستان بدرک هستند. اینها جوانان 24 ساله از دوشنبه و کولاب و مومین‌آبادند که به قول برخی از افراد نزدیک به آنها از منزل اجارهشان در شهر بیشکک روز 5 و یا 8 نوامبر امسال ناپدید شدند. سفارت تاجیکستان در بیشکک از مقامات تفتیشاتی قرقیزستان خواسته است برای پیدا کردن این 3 شهروند کشور مساعدت کنند. در داستانی کل قرقیزستان میگویند بر اساس این مراجعت به تحقیق حادثه آغاز کردند. آقای احمدوف خسرو، مراد فیروز و جنگیف نوروز از 8 نوامبر به این سو به نام و نشان هستند. با اطلاع نزدیکان این جوانها در قرقیزستان با کارهای گوناگون، یکی عطر فروشی، دیگری پختن سیخ کباب و سومی با کاری ساختمانی مشغول بود. درباره آنکه ماه نوامبر 3 جوان تاجیک در شرایط مرموز از خانه اجارهشان در بیشکک ناپدید شدند، به رادیو زاده شهروند تاجیکستان عبدالرحیم نیازوف خبر داد. او میگوید از صحبت‌های قبلی با این جوانها شنیده است که آغاز امسال با فرار از ابلا و به بیشکک برای کار و زندگی موقتی آمدند. به قول او خانه را در شهر بیشکک اجاره گرفته همراه زندگی میکردند و از همین خانه واقع در کوچه ملده گواردیا از جانب افراد ناشناس احتمال خادمان حفظ قانون بازداشت و به جای نامعلوم برده شدند. نیوزوف گفت هر سه را همچون جوانای با اخلاق خوب میشناخت، نمازخوان و همچون هموطن از همدیگر با خبر بودند. یک مسئول دپارتمنت اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کار خارجه تاجیکستان به رادیو زاده گفت دیپلمات‌های سفارت تاجیکستان در بیشکک به عنوان مقامات داخل‌دار قرقیزستان مراجعت کرده درخواست تحقیق قضیه ناپدیدشوی جوانان تاجیک را کردند. فعلا پرونده جنایی باز نشده است و هیچ خبر در زمینه اینکه این افراد میتوانستند از جانب ساختارهای انتظامی بازداشت شده باشند وجود ندارد. به گفته نزدیکان هر 3 جوان با هم رابطه دوستی دیرینه داشتند، زمان در روسیه تحصیل و کار کردند و به قرقیزستان هم با دعوت دوستان قرقیزشان رفتند.
در روسیه سه زاده تاجیکستان را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. رئیست شهری وزارت کارهای داخلی روسیه خبر می‌دهد که بازداشت در شهر والگاگراد صورت گرفته. بازداشت شده‌ها 22، 23 و 32 سال داشتند. به قول منبع این شهروندان تاجیکستان در ناحیه کیروف منزلی را کرایه گرفته و به قاچاق هروئین مشغول بودند. آنها را زمانی دستگیر کردند که می‌خواستند 1 کیلو هروئین را بفروشند. در صورت اثبات گناه به این 3 نفر تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. حکومت ژاپن باز 5 لایحه را در تاجیکستان مبلغ گذاری خواهد کرد. در این زمینه بین سفیر ژاپن در تاجیکستان تاکایوکی میسیاتا و نمایندگان مقامات گیرنده کمک‌ها به تصویب رسیدند. مبلغ عمومی گرانت‌ها نزدیک 436,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این مبلغ‌ها برای بنیاد مرکزی بانوان در بلجوان، برقرارسازی نظام خط گرمی بیمارخانه کودکانه شهر کنیبادام، ساختمان بینای نوی تحصیلات میانه عمومی در ناحیه دیوشتیچ، خریداری تجهیزات طبی برای بیماری‌های چشم بیمارستان دوشنبه و دریافت تجهیزات طبی رنتگنی رقمی به بیمارخانه مرکزی ناحیه 8 مصرف می‌شوند. جایز به تاکید است که حکومت ژاپن از سال 1996 به این طرف 406 لایحه را به مبلغ عمومی حدود 33 میلیون دلار در تاجیکستان عملی نموده است. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: 1 دلار 9 سومانی و 68 درهم است، 1 یورو 10 سومانی و 77 درهم باشد و 1000 روبل روسی 153 سومانی ارزش دارد و طور هم گفتم روز گذشته روبل روسی 152 سومانی بود. تشکر میگم بینندگان عزیز که ما رو در این صبح بر وقت همراهی کردید. خبرهای تازه رو از رادیو آزادی شنیدید و من همه شما رو بازم در دوام روز منتظر خواهم بود با گزارش‌های جالب و خبرهای از این بیشتر. روز خوب داشته باشید.